آخرالزمان مفهومی عمیق و چندوجهی که در طول تاریخ بشر ذهن متفکران، ادیبان، فیلسوفان و عامه مردم را به خود مشغول کرده است. این واژه تداعیگر مفاهیمی چون پایان جهان، رستاخیز، قضاوت نهایی و دگرگونی‌های عظیم کیهانی و اجتماعی است. در این تحلیل 5000 کلمه‌ای به بررسی ابعاد مختلف مفهوم آخرالزمان از منظر ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی، اساطیر، فلسفه، علم و تأثیر آن بر فرهنگ و جامعه خواهیم پرداخت. بخش اول، مفاهیم و تعاریف آخرالزمان. آخرالزمان، اپاکالیپس، از ریشه یونانی اپاکالیپتین به معنای کشف کردن یا پرده برداشتن می‌آید. این واژه در اصل به معنای مکاشفه یا الهام بود و به متونی اطلاق می‌شد که به واسطه الهام الهی حقایق پنهان درباره آینده، به ویژه پایان جهان و رویدادهای مربوط به آن را آشکار می‌کردند. با گذشت زمان این واژه معنای وسیع‌تری یافت و به هر گونه نظریه یا اعتقاد درباره پایان جهان، رستاخیز و دگرگونی‌های عظیم اطلاق شد. مفهوم آخرالزمان را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم کرد. آخرالزمان کیهانی به پایان فیزیکی جهان، نابودی ستارگان، سیارات و کهکشان‌ها اشاره دارد. این مفهوم اغلب با رویدادهای طبیعی فاجعه بار مانند برخورد سیارک، انفجار ابرنواختر یا انبساط بی‌رویه کیهان همراه است. آخرالزمان دینی به قضاوت نهایی، رستاخیز مردگان و برپایی ملکوت الهی بر روی زمین اشاره دارد. این مفهوم در ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام بسیار پررنگ است و اغلب با ظهور منجی و نبرد خیر و شر همراه است. آخرالزمان اجتماعی به فروپاشی تمدن بشری، از بین رفتن ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و بازگشت به وضعیتی ابتدایی‌تر اشاره دارد. این مفهوم می‌تواند ناشی از جنگ‌های جهانی، بلایای طبیعی، پاندمی‌ها یا فروپاشی اخلاقی باشد. آخرالزمان شخصی به پایان زندگی فردی و مرگ اشاره دارد. این مفهوم در بسیاری از فرهنگ‌ها با مفاهیم رستاخیز و زندگی پس از مرگ همراه است. بخش دوم، آخرالزمان در ادیان ابراهیمی. ادیان ابراهیمی نقش مهمی در شکلگیری و ترویج مفهوم آخرالزمان داشتند. 2.1 یهودیت. در یهودیت مفهوم آخرالزمان به طور خاص در متون نبوی و مکاشفه‌ای مانند کتاب دانیال و زکریا مطرح شده است. ویژگی‌های اصلی آخرالزمان در یهودیت عبارتند از ظهور ماشیح، مسیح. ماشیح یک منجی از تبار داوود است که صلح و عدالت را بر روی زمین برقرار خواهد کرد و عصر طلایی را آغاز خواهد نمود. رستاخیز مردگان. در پایان زمان مردگان زنده خواهند شد و برای داوری نهایی آماده می‌شوند. جنگ گوگ و ماگوگ، نبردی نهایی بین نیروهای خیر و شر که منجر به پیروزی نهایی خداوند می‌شود. برپایی ملکوت خداوند. اورشلیم به مرکز جهانی برای پرستش خداوند تبدیل خواهد شد. تأکید بر عدالت و اخلاق در این دیدگاه بسیار پررنگ است و آخرالزمان نه تنها به معنای پایان بلکه به معنای آغاز یک دوره جدید از کمال و رستگاری است. 2.2 مسیحیت. مفهوم آخرالزمان در مسیحیت به ویژه در کتاب مکاشفه یوحنا به طور گسترده‌ای بحث یافته است. ویژگی‌های اصلی آخرالزمان در مسیحیت عبارتند از بازگشت دوم مسیح، پاروسیا. عیسی مسیح به زمین باز خواهد گشت تا مردگان را زنده کند، داوری نهایی را انجام دهد و ملکوت خود را برقرار سازد. رستاخیز مردگان و داوری نهایی. همه انسان‌ها چه خوب و چه بد برای داوری در پیشگاه خداوند حاضر خواهند شد. نبرد آرماگدون. نبردی بزرگ بین نیروهای خیر تحت رهبری مسیح و شر تحت رهبری دجال یا ضد مسیح. 1000 سال سلطنت مسیح، میلیانیسم. دوره 1000 ساله که مسیح بر روی زمین سلطنت خواهد کرد و صلح و عدالت را برقرار می‌سازد. آسمان و زمین جدید. پس از 1000 سال سلطنت مسیح، آسمان و زمین جدیدی خلق خواهد شد که در آن شر و گناه وجود نخواهد داشت. تعبیر و تفسیر کتاب مکاشفه یوحنا در طول تاریخ مسیحیت مورد بحث و جدل‌های فراوانی بوده است. برخی آن را به صورت تحت اللفظی تعبیر می‌کنند در حالی که برخی دیگر آن را نمادین می‌دانند. 2.3 اسلام. در اسلام مفهوم آخرالزمان با واژگانی مانند قیامت، رستاخیز، ساعت، پایان جهان و اشراط الساعه، نشانه‌های قیامت بیان می‌شود. ویژگی‌های اصلی آخرالزمان در اسلام عبارتند از نشانه‌های قیامت، ظهور، نشانه‌های کوچک و بزرگ که وقوع قیامت را پیش بینی می‌کنند. نشانه‌های کوچک شامل از بین رفتن اخلاق، گسترش فساد و زیاد شدن کشتار است. نشانه‌های بزرگ شامل ظهور دجال، نزول عیسی مسیح، ظهور امام مهدی و خروج یأجوج و مأجوج است. ظهور امام مهدی، عج، منجی موعود که از نسل پیامبر اسلام است و در آخرالزمان ظهور خواهد کرد تا عدل و داد را در جهان برقرار سازد و جهان را از ظلم و جور پاک گرداند. نزول عیسی مسیح، عد،
عیسی مسیح دوباره به زمین باز خواهد گشت تا دجال را از بین ببرد و امام مهدی را یاری کند. خروج دجال، شخصیتی شرور که با ادعای خدایی فتنه‌ای بزرگ به پا می‌کند. خروج یأجوج و مأجوج، اقوامی ویرانگر که در آخرالزمان از بند رها می‌شوند و فساد و تباهی را در جهان گسترش می‌دهند. نفخ صور، فرشته اسرافیل 2 بار در صور می‌دمد. بار اول باعث مرگ همه موجودات می‌شود و بار دوم باعث زنده شدن مردگان می‌شود. رستاخیز و حسابرسی، همه انسان‌ها زنده می‌شوند و اعمالشان مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. صراط و میزان، پلی باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر که بر روی جهنم قرار دارد و هر کس باید از آن عبور کند. اعمال انسان‌ها با میزان سنجیده می‌شود. بهشت و جهنم، مقصد نهایی انسان‌ها بر اساس اعمالشان در دنیا. مفهوم آخرالزمان در اسلام تأکید زیادی بر مسئولیت فردی، اعمال خیر و شر و اهمیت آمادگی برای روز قیامت دارد. بخش سوم، آخرالزمان در ادیان غیر ابراهیمی و اساطیر. مفهوم پایان جهان و دوره‌های تناوبی خلقت و نابودی تنها به ادیان ابراهیمی محدود نمی‌شود و در بسیاری از ادیان و اساطیر دیگر نیز به اشکال مختلف وجود دارد. 3.1 هندوئیسم. در هندوئیسم جهان به صورت دوره‌های تناوبی از خلقت، حفظ و نابودی دیده می‌شود که هر دوره به کالپا برهما معروف است. در پایان هر کالپا جهان توسط شیوا نابود می‌شود و سپس دوباره توسط برهما خلق می‌گردد. مفهوم یوجا یوگا نیز به دوره‌های 4گانه زمانی اشاره دارد که جهان از دوران طلایی ساتیا یوگا به دوران تاریک کالی یوگا می‌رسد. در پایان کالی یوگا، کالکی، دهمین و آخرین اوتار ویشنو ظهور خواهد کرد تا شر را از بین ببرد و دوره جدیدی از حقیقت را آغاز کند. 3.2 بودیسم. در بودیسم تأکید اصلی بر رهایی از چرخه رنج، سمسارا و رسیدن به نیروانا است. با این حال، برخی متون بودایی نیز به پایان جهان و انحطاط آموزش‌های بودا اشاره دارند. برخی پیشبینی‌ها حاکی از این است که در آینده دور بودای جدیدی به نام مایتریا ظهور خواهد کرد تا آموزش‌های بودا را دوباره احیا کند. 3.3 زرتشت. در آیین زرتشت مفهوم فرشگرد، فرشوکرتی به معنای ساختن دوباره یا بازسازی است که به پایان زمان و نوسازی جهان اشاره دارد. در این رویداد نیروهای خیر اهورامزدا و یارانش بر نیروهای شر اهریمن و یارانش پیروز خواهند شد، مردگان زنده خواهند شد و جهان از پلیدی پاک خواهد گشت. سوشیانت، منجی موعود زرتشتی، نقش کلیدی در این نوسازی ایفا خواهد کرد. 3.4 اساطیر نورس، وایکینگ ها. در اساطیر نورس، راگناروک به معنای سرنوشت خدایان یا غروب خدایان است. این نبردی بزرگ و نهایی است که در آن خدایان، آسیر و وانیر با موجودات هیولاگونه، یورمونگاند، فنریر، هل و غول‌ها مبارزه می‌کنند. این نبرد منجر به نابودی جهان، از جمله آسمان و زمین و غرق شدن آن در آب می‌شود. با این حال، پس از راگناروک، زمین جدیدی از آب سربر می‌آورد و چند نفر از خدایان و انسان‌ها باقی می‌مانند تا جهانی جدید را آغاز کنند. 3.5 اساطیر مایایی. تقویم مایایی به دوره‌های طولانی از زمان اشاره دارد و برخی تفاسیر غلط پایان یکی از این چرخه‌ها را به عنوان پایان جهان در سال 2012 پیش بینی می‌کردند. در واقع این تقویم به پایان یک دوره و آغاز دوره‌ای جدید اشاره داشت و نه نابودی کامل جهان. بخش چهارم، آخرالزمان از منظر فلسفه و علم. دیدگاه‌های فلسفی و علمی درباره آخرالزمان اغلب متفاوت از دیدگاه‌های دینی هستند و بر مبنای منطق، استدلال و شواهد تجربی شکل می‌گیرند. 4.1 فلسفه، نیهیلیسم و پایان معنا. برخی فیلسوفان معتقدند که در عصر مدرن با از بین رفتن ارزش‌های سنتی و مفاهیم متافیزیکی، معنای زندگی در خطر است و این می‌تواند به نوعی آخرالزمان وجودی منجر شود، جایی که زندگی بی‌معنا و پوچ می‌شود. انسانگرایی و مسئولیت بشری. فیلسوفان انسانگرا بر این باورند که آینده بشریت در دست خود انسان‌ها است. آخرالزمان می‌تواند ناشی از تصمیمات و اقدامات اشتباه انسان‌ها باشد، مانند جنگ هسته‌ای، تخریب محیط زیست و تنها راه نجات ارتقاء خرد، اخلاق و همکاری جهانی است. پایان تاریخ، فرانسیس فوکویاما در نظریه پایان تاریخ خود استدلال می‌کند که با پیروزی لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری، مسیر تکامل ایدئولوژیکی بشریت به پایان رسیده است و دیگر تضادهای بنیادین ایدئولوژیکی وجود نخواهد داشت. این نظریه به نوعی آخرالزمان فکری و سیاسی اشاره دارد. 4.2 علم به جای پیشبینی‌های متافیزیکی بر اساس قوانین فیزیک و زیستشناسی به بررسی احتمال پایان جهان و بشریت می‌پردازد. پایان کیهانی، انبساط بی‌رویه کیهان، Big Freeze Heat Death. اگر جهان به همین منوال به انبساط ادامه دهد، در نهایت همه انرژی پراکنده شده و جهان به دمای نزدیک به صفر مطلق خواهد رسید و هیچ انرژی برای فعالیت وجود نخواهد داشت. رنبش بزرگ، Big Crunch.
در این سناریو اگر چگالی ماده در جهان به حد کافی باشد، نیروی گرانش بر انبساط فائق آمده و جهان شروع به انقباض می‌کند تا به نقطه اولیه خود بازگردد. گسست بزرگ، Big Rip. اگر انرژی تاریک به طور فزاینده‌ای قوی شود، در نهایت باعث پاره شدن ستارگان، سیارات و حتی اتم‌ها خواهد شد. برخورد کهکشان‌ها. برخورد کهکشان راه شیری با کهکشان آندرومدا در آینده دور. پایان زمینی. برخورد سیارک ستاره دنباله‌دار. برخورد یک جسم بزرگ آسمانی می‌تواند منجر به انقراض گسترده و تغییرات اقلیمی شدید شود. انفجار ابرنواختر نزدیک. پرتوهای گاما و تابش‌های شدید ناشی از انفجار یک ابرنواختر نزدیک می‌توانند حیات را بر روی زمین نابود کنند. فوران ابرآتشفشان. فوران‌های عظیم آتشفشانی می‌توانند منجر به زمستان‌های آتشفشانی، تغییرات اقلیمی شدید و نابودی گسترده شوند. تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، گرمایش جهانی، افزایش سطح دریاها و رویدادهای آب و هوایی شدید می‌توانند زندگی بشر را به خطر بیندازند. پاندمی‌های جهانی، بیماری‌های عفونی جدید و مقاوم به درمان می‌توانند بخش بزرگی از جمعیت بشر را از بین ببرند. جنگ هسته‌ای. جنگ هسته‌ای می‌تواند منجر به زمستان هسته‌ای، نابودی تمدن و انقراض بشریت شود. تکنولوژی‌های نوین، هوش مصنوعی سرکش. هوش مصنوعی فوق هوشمند که کنترل خود را از دست می‌دهد و به بشریت آسیب می‌رساند. بیوتکنولوژی خطرناک، ایجاد ویروس‌ها یا باکتری‌های کشنده در آزمایشگاه. نانوتکنولوژی خودتکثیر شونده، نانوربات‌هایی که به طور انکنترل تکثیر می‌شوند و تمام ماده را به خود جذب می‌کنند. گریگو. بخش پنجم، تأثیر آخرالزمان بر فرهنگ و جامعه. مفهوم آخرالزمان تأثیر عمیقی بر فرهنگ، هنر، ادبیات و جامعه بشری گذاشته است. 5.1 ادبیات و هنر. ادبیات آخرالزمانی Apocalyptic Literature. این ژانر ادبی به بررسی رویدادهای آخرالزمانی، زندگی پس از فاجعه و تلاش انسان برای بقا می‌پردازد. نمونه‌های آن شامل جاده، The Road، اثر کورمک مکارتی، 1984 اثر جورج اورول و دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی است. سینما و تلویزیون. فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری با محوریت آخرالزمان ساخته شده‌اند که به بررسی سناریوهای مختلف پایان جهان و پیامدهای آن می‌پردازند، مانند مد مکس، The Walking Dead، Contagion. نقاشی و موسیقی. هنرمندان در طول تاریخ از مفهوم آخرالزمان برای خلق آثار هنری تأثیرگذار استفاده کردند که بیانگر ترس‌ها، امیدها و اعتقادات بشری بودند. 5.2 جنبش‌های اجتماعی و سیاسی. جنبش‌های هزاره‌گرا Millenarian Movements. این جنبش‌ها بر اساس اعتقاد به وقوع قریب الوقوع آخرالزمان و ظهور یک عصر طلایی بنا شده‌اند. این جنبش‌ها می‌توانند انگیزه‌ای برای تغییرات اجتماعی، شورش‌ها و تشکیل جوامع جدید باشند. فرقه‌های آخرالزمانی. برخی فرقه‌ها با تفسیرهای افراطی از متون آخرالزمانی به اعمال خشونت‌آمیز، خودکشی‌های جمعی یا انزوای کامل روی می‌آورند. سیاست و آخرالزمان. برخی سیاستمداران از لفاظی‌های آخرالزمانی برای بسیج مردم، ایجاد ترس یا توجیه اقدامات خاص استفاده می‌کنند. 5.3 روانشناسی فردی و جمعی. ترس و اضطراب. فکر به پایان جهان می‌تواند منجر به ترس، اضطراب و حتی افسردگی در افراد شود. انگیزه برای تغییر. در برخی موارد، تصور آخرالزمان می‌تواند انگیزه‌ای برای تغییر سبک زندگی، کاهش مصرفگرایی و توجه بیشتر به محیط زیست باشد. همبستگی و اجتماع. در مواجهه با تهدیدات آخرالزمانی، افراد ممکن است حس همبستگی و اجتماع‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند. پناهجویی. Survivalism. برخی افراد با اعتقاد به وقوع قریب الوقوع فاجعه، شروع به آماده‌سازی برای بقا می‌کنند.